سلام بینندگان عزیز و مخلصان همیشگی برنامه شفاخانه طبیعت از تلویزیون علم و طبیعت. در برنامه امروزه تصمیم گرفتیم که نسبت خاصیت‌های شفابخشی یکی از موادهای معجزه‌ناک که خوشبختانه در دیار بیشت اوسوی ما خیلی حاصل خوب می‌تید، یعنی شفتالو صحبت داشته باشیم. خوشبختانه یکی از میوه‌های خیلی بولذت است و یعنی البته وطنش چین باشد هم، یعنی با مرور زمان آهسته آهسته در یعنی دیار ما هم خیلی خوب پخش شده است و سال‌های زیادی است که یعنی پرورش می‌یابد. هر سال البته از درختان حاصل خوب هم می‌گیرند و شفتالو البته یعنی گوناگون می‌شود. خیلی که میگویند یعنی شفتالوهای پشمک هست، شفتالوهای انجیر شفتالو یا کلچه شفتالو است، شفتالوهای لونده هست، یعنی کلان هست و هر کدام آنها با قسمت‌های خود، با مزه و لذت خود، با یعنی زیاد یا کم بودن کمپوننت‌های داخل خودش از همدیگر فرق میکند و یادرس میشیم که یعنی اسرار اساسی یعنی خاصیت‌های شفابخشش به واسطه از ترکیب شیمیایی او وابسته است. شفتالو یعنی در ترکیبش گلوکوز، فروکتوز، ساخاروز دارد، کلچاتکا دارد و گروه ویتامین ها و مینرال ها دارد، ناتری، کالی، کلسیم، مگنی، آهن و البته گروه ویتامین های B، P، C، A، بعد پلیفنول ها، فلاوونوید ها. از این لحاظ وقتی که ما مثلا او رو استعمال میکنیم، یعنی با روده و با معده و با جگر و تلخه و با دل و با عصب و یعنی تاثیر نهایت خوب میبخشد. شفتالو رو البته که هم خودش رو و هم یعنی از مغزش روغن تیار میکنند. مغز روغن دانه یعنی شفتالو خاصیت‌های خوبی کسمتیکی دارد و خاصیت خوبی شفایی هم دارد، ولی یادرس میشم که ما متخصصان مثلا مسئولیت نمیتیم که دانه شفتالو رو خودش رو زیاد استعمال کنند، چون که ترکیب دانه شفتالو البته که یک الکالوید امیگدالین دارد که این زهرناک است، یعنی بعد بسیار شاید استعمال کردن کسلته سنیلی حاصل می شود که ارگانیسم رو البته که زهرناک میکند. ولی بینید وقتی که از این روغن تیار میکنند، یعنی حرارتی که مثلا میگیریم برای روغن تیار کردن لازم میشد، اون حرارت آن همون زهر رو نیست میکند، میسوزاند. شفتالو رو چی در شکل مثلا خشک ما تیار میکنیم که از اون 4 فصل سال کمپوت میکنیم، از اون البته که شیرینی ها تیار میکنیم و اگر با مثلا خاصیت های فارماکولوژی شفتالو نگاه کنیم، یعنی استعمال شفتالو بدن رو ملایم میکند، بدن لاغر رو فربه میکند، قوت و درمان میبخشد، فشار رو به تنظیم میدارد و نمک ها رو از گرده ها تازه میکند. به خاطر اونه که در اونجا یعنی کالی، مگنی دارد، با موشک ها یعنی دل رو قوت میبخشد. به خاطر اون که فلاوین ها دارد، ویتامین C و A دارد، یعنی البته که بینایی رو خوب میکند و یعنی رگ ها رو از همون خلسترین های پاتولوژی تازه میکند و با حتی استعمال اون که معده رو ملایم میکند، حرکت روده ها رو خوب میکند، با گیمروی هم فایده دارد و یعنی کمپوتی که از اون میکنن باز خوبتر و بهتر تاثیر میبخشد و در حقیقت یعنی از هر سه نمود این شفتالو ما میتوانیم که هم کمپوت و هم شیرینی ها تیار کنیم و شفتالو هم در خطر دیگر موادهای شفایی غذایی میوگی ها یک خاصیت خوبی، یعنی البته که پرهیزی دارد، یعنی انرژی بلند ندارد و حتی بعضا متخصصان میگویند که در حالتهای مثلا میگیریم که خوب فربگی در حالت قند بودن، یعنی قبول شفتالو قبول نیست، یعنی نوتریسیولوگ ها خیلی درست میگن، چون که مقدار گلوکوز و فروکتوز و ساخاروز که در شفتالو هست زیاد هست و به نفرانی که مثلا مبتلای این کسلی هستن ما مسئولیت نمیتیم، ولی یک یا دو دانه هیچ ضرر نداره. مثلا یک یا دو دانه شفتالو
برای نفرانی که مثلا با کسل قند گرفتار هستند یگان تاثیر منفی ندارد. همه گپ سر اندازه هست و اون مثلا دوروها اگر بسیار می شود با زهر و زهر رو کم استفاده بریم دورو می شود. یعنی همه گپ سر اندازه و برداشت ارگانیسم چخیلی که در علم میگوید ایندیویدوال پرنسیمستی ارگانیسم. مثلا غذا یا دارویی که ما استعمال میکنیم اصلا غذا از دارو فرق ندارد. غذا بعضا جای دارو را میگیرد و در حالتهای لازمه دارو جای غذا رو تامین میکند. یعنی پروسس های ارگانیکی، شیمیایی، بیولوژی که در ارگانیسم ما در هر یک دقیقه میلیون ها ریاکسیون شیمیایی، بیولوژی، ارگانیکی میگذارد، از همون کامپوننت های قسمی آنها وابسته است. یعنی باید زیاد نباشد، یک اندازه معین باشد، یک ترازی معین باشد. با این خاطر در حالت مثلا بعد کسل های درو دراز کشیدن یا حالت های جراحی یا حالت هایی که بدن مثلا میگیریم بعد زکام یعنی بیمار میشوند، ما استعمال شفتالو را خوب مصلحت میتیم. خوب مادرانی که حامله‌دار هستند هم البته ضرر ندارد مقداری با یک اندازه معین استعمال کردن اون، چون که کامپوننت ها و مینرال های خیلی زیادی که در ترکیب شفتالو هست، یعنی ارگانیسم رو خیلی قوت میبخشد، انرژی مخصوص میبخشد و یعنی علمان انرژی که در میتوکندریا پیدا میشود توسط گلوکوز و ساکاروز و فروکتوز که در شفتالو است، البته که یعنی به انرژی مخصوص ما رو تامین میکند. و بار دیگر یادداشت میشم که نسبت استعمال دانش باید ما احتیاطکار باشیم، ولی ما روانش رو میتونیم که با مثلا یعنی هدفهای مخصوص با یعنی نشانداد مخصوص و که متخصص مصلحت میتد استفاده برده باشیم. ولی اگر نسبت خاصیت‌های شفابخشی برگش صحبت داشته باشیم که مثلا خود شفتالو در کسل‌های مثلا قند و دیگر یعنی غیر نشان دارد، ولی برگ شفتالو برای مثلا علت قند خیلی موقع بلند دارد. اگر ما خاصیت‌های شفابخشی برگ شفتالو رو از نظر علمی و نتیجه‌های سنجش لابراتوری مصلحتیم، قریب که 1-2 ساعت هم دوام کردنش ممکن است. یعنی اینقدر قبول برگ شفتالو معجزه‌ناک است. یعنی چطور است؟ قریب اکثریت کامپوننت ها دارد. در آنجا ناتری، کلسیم، مگنی، اوهن و یعنی موادهای آنتوسیانی دارد، ضد باکتریایی دارد، ضد سرطانی دارد، ضد ویروسیگی دارد، ضد باکتریایی و ضد ورمی دارد. یعنی برگ شفتالو کامپوننت هایی دارد که در حقیقت وقتی که ما رو مثلا 4-5 برگش رو در یک استکان آب جوش اومده انداخته 15-20 دقیقه ایستاده، یعنی نیم استکانی 3 باری یا 4 باری در یک روز می نوشیم، دوام 10-12 روز یک کورس تاباتش می شود و روده معده را ملایم میکند، فشار را به تنظیم می درآورد، نور چشم ها را زیاد میکند، خواب را به تنظیم می درآورد، ورم ها را میگرداند، حرکت روده ها را خوب میکند. من همون روان های زیادتی که در بدن ما است آنها رو تازه میکند. مثلا اگر خود شفتالو بدن رو قوت بخشد، روغن یعنی جمع شود، فربه شود، برگش تاثیر برعکسی دارد. یعنی اگر شفتالو برای مثلا قبول نفرانی که به قند گرفتار هستند غیر نشانداد داشته باشد، ولی برگش برعکس نشانداد دارد. یعنی اگر ما برگ او رو چای کرده باشیم قند رو به تنظیم می‌داره. ببینید و به مبالغه الیمنت ها، ویتامین ها، فرمین ها، مینرال هایی که در ترکیب برگ شفتالو است از خود شفتالو زیادتر از نظر علمی و از تشخیص لابراتوری به چشم میرسد. به این خاطر خلوروفیلی که در ترکیب برگ شفتالو که سبز است این یکی از آنتی اکسیدانت های نهایت با قوت است. یعنی در اونجا مقدار زیادی مگنی دارد که ما میدونیم که یعنی مگنی یک از الیمنت نهایت یعنی برای ارگانیسم لازم است که به مگنی انرژی حاصل نمی شود. یعنی مگنی تری انرژی هم گویم خطا نمیکنیم، چون که همون میتوکندریا یعنی توسط ویتامین B1 تیامین و مگنی یعنی قادر است، قابل است که انرژی حاصل ATF حاصل کند
اگر اتیف حاصل نکند البته که انرژی یعنی حجره فونکسیون فیزیولوژی خود رو اجرا کرده نمیتواند 36.5 36.6 درجه انرژی که در ما پیدا می شود و پروسس یعنی ریاکسیون اکسید برقرار شوی که در ارگانیسم ما هست همه توسط همون انرژی یعنی سوزش پیدا می شود. از این خاطر قبول برگ شفتالو مثلا برای هر یک نفری که میخواد که سلامتیش رو برقرار کند واقعا خیلی معجزه‌ناک است. و البته باید یادداشت شوم که توسط یعنی زمینی که ما داریم و خیلی مینرال های زیادی دارد البته علمون حالت معجزه‌ناکی یعنی خاصیت های شفابخشی شفتالو هم از همین وابسته است. از آفتاب ما وابسته است که انرژی میگیرد، از هوای ما وابسته است، از مینرال ها یکی در زمین ما هست یعنی از اون وابسته است. از این خاطر باید یادداشت شوم که خوب مثلا یک شفتالویی که از دیگر جای میبرند الکی کامپوننت هایش خوب از نظر فایز فرق میکند و باید که یعنی خوب شفتالو رو در حالتی که خوب میپزد او رو استعمال کردن خیلی خوب است. و حالت سخت بودن ضرر دارد. حالت سختی بودن در مثلا گاستریت ها در زخم معده روده خوب هضم نمی شود و البته پخته آن رو استفاده بردن یعنی از فایده دور نیست. و یادداشت میشم که هم شفتالو رو در شکل مثلا بریده و خشک کرده و چون فصل سال کمپوت کرده استفاده میبریم خوب است که وقتی که او خشک می شود کامپوننت های وی نیست نمی شود و وقتی که ما از اون کمپوت ها تیار میکنیم هم خطا نمیکنیم و از اون شیرینی ها هم تیار کنیم یعنی چون پویدلو برای ارگانیسم یک قوت و درمانی خوب می شود. و به خاطر نفرانی که شاید اکنون به برنامه ما یعنی پیوست شدن یا ما رو میبینن بار دیگر یادداشت میشم که در برنامه امروزه نسبت خاصیت های شفابخشی شفتالو و برگ شفتالو صحبت داشتیم و در طریق انجام در طریق خاطروی بار دیگر یادداشت میشم که استعمال شفتالو برای عصب یعنی برای خرابی، برای کم قوتی، به‌حالی، بی‌فرگی، برای کمخونی که در اونجا آهن دارد، در اونجا یعنی برای که گموگلوبین اگر پس باشد، برای آنکه روده و معده علت داشته باشد، کاری سستی روده ها باشد، این رو به تنظیم می‌دارد و فشار رو به تنظیم می‌دارد و خاطره رو خوب میکند، خواب رو براحت میکند و قبض و صدای روده ها رو نیست میکند چون که یعنی روده ها رو ملایم میکند و اون کلیچاتکایی که پکتین هایی که در آن دارد خیلی خوب است. و بغیر از اون نسبت برگش ما صحبت داشتیم و با دیگر خاطر نشان می‌سازم که یعنی برگ او رو اگر ما چای کرده نوشیم نهایت معجزه‌ناک است. یعنی اگر مثلا میگیریم که شفتالو اگر قند رو زیاد کند برگش برعکس قند رو پس میکند و بدن رو یعنی به تنظیم می‌دارد، روغن های جگر رو میگیرد، بدن فربه رو خراب میکند، تاثیر نهایت خوبی ضد ویروسیگی دارد، ضد باکتریایی دارد، ضد ورمی و ضد دردی دارد. و البته ما باید که وقتی که مثلا او گل میکند میریزد یا میپزد ما میتونیم که در این حالت برگش چینده در سایه شمالدور خشک کرده خوب در خلطه ها یا بانک ها گرفته چون فصل سال تا مثلا باز گل کردن شفتالوی سال آینده ما استفاده برده باشیم. خب از آن دل یادداشت میشم که شما توسط برنامه شفاخانه طبیعت از تلویزیون علم و طبیعت که نسبت خاصیت های شفتالو صحبت داشتیم تنجی و تنسیتی شما باشد. تمنای همیشگی ما طیبان است. سلامت باشید.